السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد ما هم یه سوال دارم. بفرمایید. میگم که ما در مکتب میخونم دمی خطی طلبه دختران گاز زدن ممکنه جایز است یا که نه؟ چند ساله شما؟ ما 14. 14. خیلی سخنهای عادی مثلا یگان اگر حاجت باشد یا چیزی مثلا از وظیفه خانگی یا یگان علم پرسیدن صحبت کردن اصلا یعنی در خلوت نه در صنف در نزد مردم صحبت کردن اجازت از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است که مثلا زنها می اومد در بین مردم یا در راه از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوالش میداد. عدی ابن حاتم طایی میگفت که وقتی که اون وقت مسلمان نبود آمد به دیدار پیامبر صلی الله علیه و سلم همراهی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از مسجد بر آمدن به خانه شون میرفتن که در کوچه یک کمپیر آمد پیرزن پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفت و به یک برج راه برد و فخلا بها با پیامبر صلی الله علیه و سلم خلوت موندن بود. یعنی خلوت در داخل یک خانه نه در کوچه کلام مردم دیده ایستادن فقط کمپیر چی گوسوده است آدم ها نمیشنوند یعنی حاجتش گوش کردن مشکلاتی اون زنک گوش کردن. بنابراین در نزد 4 مذهب امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد آواز زن عورت نیست. یعنی زن آوازش گوش کردن یا قطیش گپ زدن اجازت هست اصلا. لیکن مثلا یک همسنف دارد پسرک هست پسر بچه هست او هم میداند به سوال شما جواب داده شما مخصوصا دختر میپرسید با مقصد گپ بگرفتن ساعت چند گپای بیهوده یا درس میپرسید مقصدتون دیگر چیز. این نادرست است. یعنی اگر ضرورت باشد ممکن است و میبینید با صد ذریعه گفته که چیزا هست. صد ذریعه گرفتنی پیشی راهی حرام همین کار حلال است و لیکن رفته رفته به حرام برده میرساند. اینم از بهرش برآمدن خوب است. صد ذریعه میگوید پیشی راهی گناه گرفتن. بله اگر عاقبت برده به گناه میرسته باشد این زنها فتنه دارد برادر عزیز دادر عزیز. یعنی اگر از اینها چشم پوشید و قطعه هاشون گپ نزنید تقوا کنید خوب است. مادامی که در همین استاد امی تراویح سنت نیت میکنی؟ تراویح نیت میکنید. بله تراویح سنت است. رحمت سنت به معنای راه و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم. بنابراین علما گفتن که نماز تراویح سنتی مؤکده هست. سنتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید کردن خودشان خواندن با مردم هم تاکید کردن که شب‌های رمضان نماز خوانید همدیگه رو بیدار کنید همسراتون رو بیدار کنید و کسی نماز خواند گناهاش بخشیده میشد. گفته ترغیب کردن. بله